در مبحث اقوا وقتی که بازیکنی با باشگاه قراردادی داره و قراردادش رو فسخ میکنه، چه موجه چه غیر موجه، میره با باشگاه جدید قرارداد منعقد میکنه، فرض رو بر این میذارن که باشگاه جدید اقواش کرده. توی رسیدگی باشگاه جدید هم هست و اگر ثابت بشه که فسخ غیر موجه بوده توسط بازیکن، اتفاقی که میفته اینه که باشگاهی که جدید هست و تازه اومده، همین مثالمون تراکتور، باید اثبات بکنه که من در اقواش نقشی نداشتم و فرض قانونی بر اینه که باشگاه تراکتور اقوا انجام داده. که توی رأی هم اگر نگاه بکنیم، حالا فرض رو برای این گذاشته، گفته چون ثابت نشد که ایشون اقوا کرده، باشگاه تراکتور بازیکن رو اقوا کرده، پس ما فرض رو برای نمیذاریم که باید محکومش بکنیم، در صورتی که برعکسه، یعنی تراکتور باید اثبات بکنه که اقوا نکرده. بعد تو بخش قبلی شما گفتید هر دو، من یه سوالی پرسیدم که آقا مقصر کیست؟ کدوم سمت؟ علیرضا بیرانوند یا باشگاه پرسپولیس؟ شما گفتید هر دو میتونن مقصر باشن و هر دو میتونن، یعنی اگه برن تو کس حالا دادگاه بین المللی، رأی رو به نفع خودشون به دست بیارن. بعد یه توضیح دادید که بین این بخش خلاصه بازی فولاد و تراکتور بود، امکانش هست مردم براشون آقا مگه میشه؟ بالاخره یکی مقصره دیگه. خب ببینید، توی همونطور که عرض کردم یکی از پرونده‌های قشنگ ماست که خیلی میشه در موردش حرف زد، خیلی میشه در موردش نوشت. یه تشکر میکنیم از علیرضا بیرانوند که یه پرونده قشنگ تو فضای فوتبالی ما به وجود آوردن. دقیقاً. و دو تا نکته داره این پرونده. یک، مطالبات، بحث مطالباته که آیا مطالبه بوده یا نبوده و چه مطالبه‌ای باید باشه. یکی بحث محدوده زمانیشه که تو زمان درستی فصل کردی یا نه. یعنی الان پرسپولیس با توجه به توضیح شما میگه آقا تو این محدوده زمانی من صحبت میکنم، آقای علیرضا بیرانوند میگه که آقا نه، من از فصل قبل طلب داشتم. دقیقاً. وقتی میگیم مطالبات، صحبت اصلا همینه. توی رأی هم که بخونیم نوشته شده باشگاه پرسپولیس زمان کارشناسی اصلا اسنادی رو برای فصل پیش ارائه نمیکنه و میگه ما فقط مطالبات مال این فصله. توی الحاقیه نوشته کلیه مطالبات بازیکن باید تا فلان زمان پرداخت بشه. تاریخ رو کار ندارم. کلیه مطالبات، حالا یه بحث حقوقی من اصلا کوتاهش بکنم، عام و مطلق، یعنی قیدی نداره. ما وقتی میگیم کلیه مطالبات یعنی هر مطالبه‌ای که به این طرفین هست. ولی اومده ذیل الحاقیه که میگه این الحاقیه قرارداد فلانه. اینجا دو تا تفسیر میتونیم داشته باشیم که یه تفسیر اینه که خب وقتی ذیل اینجا اومده پس این مطالبات فقط مطالبات قرارداد 402 403 و 403 404 شه، قرارداد جدیدی که بعد اون فصل نوشته. از اون طرف بیرانوند میتونه بگه آقا من مطلق گفتم، من مطالبات فصل پیشمو نگرفتم، من فصل پیشم طلبی داشتم، شکایتی نکردم، هیچی نگفتم، شما در واقع صحبتی با من نکردید، کسرش نکردید، پس باید من پرداخت میکردید. من اینو گرفتم که اون هم باشه. وقتی میگیم کلیه مطالبات، این دو تا اختلاف دقیقاً صحبت و بحثی که دقیقاً داشتن اگر نگاه بکنید، حالا هر دو طرف هم که توی برنامه‌ها صحبت میکنن یا مصاحبه میکنن، دعوا سر اینجاست که این میگه فصل پیش نه، اون یکی میگه فصل پیش هم بله. هر کدوم که بتونن استدلال بهتری در دیوان داوری ورزش ارائه بکنند، به نظرم میتونه که توی این بحث پیروز باشه. یه سوالی اینجا پیش میاد، 4 ماه خورده ای از زمان طرح این موضوع گذشته، این همه دوست کارشناس به قول آقای شاه حسینی میگن آقا حتی همکاران من هم در مقام کارشناس اومدن نظر خودشون رو بیان کردن. بعد تازه ما میخوایم بعد از 4 ماه خورده که رأی اومده بریم توی مجامع بین‌المللی آقا اینو پرونده رو بگیریم، حالا شما کمکمون کنید. الان نمیتونم. الان که نه. بعد از مرجع رد شدن از استینا.